افغانستان میگوید در تلاش است سطح روابط تجارتی با ایران را به سقف 10 میلیارد دلار برساند. در حال حاضر سالانه دو طرف به ارزش تقریباً 3 میلیارد دلار با هم تجارت می کنند، اما سهم ایران در این زمینه بیشتر است. مقامات حکومت طالبان پس از تنش‌های اخیر با پاکستان و بندش گذرگاه‌های مرزی بر روی تجارت از تاجران افغان خواستند راه‌های بدیل تجارت و ترانزیت با سایر کشورها را جستجو کنند. کمال الدین توحید که به تازگی با عنوان رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان ایران منصوب شده، پس از انتصاب به این پست بلافاصله راهی ایران شد تا چالش‌های موجود در مناسبات تجارتی با ایران و رونق تجارت با این کشور را با مقامات ایرانی مورد بحث قرار دهد. من ببرک احساس در آغاز مصاحبه از آقای توحید پرسیدم که در ایران به دنبال چیست. هدف ما از سفر به ایران صرف به خاطر شناسایی مشکلات و موانع موجود است که در برابر تجارت بین افغانستان و ایران وجود داره و تلاش بر از است که همین موانع و مشکلات برداریم. تلاش ما بر برداشتن این موانع است انشاءالله. شما از موانع یاد کردین و مشکلات در تجارت با ایران یاد کردین. خود شما سالهاست که با عنوان یک تاجر علاوه بر سایر کشورها با ایران هم سرگرم تجارت بودین. چطور میتونین این اتاق کمک بکنین تا با این مشکلات فائق بیایه؟ خب اتاق یک وسیله است. که هدف ما ایجاد هماهنگی است، انسجام بین سکتور خصوصی دو تا کشور است. هدف فقط این است که ما بتانیم یک انسجام به وجود بیاریم و بتانیم که افزایش سطح تجارت بین این سکتور و بین دو تا کشور به وجود بیاید و تلاش ما مجددا بر از است که ما بتانیم به سطح تجارتی که هدف گذاشته شده برای 10 میلیارد دلار بر از او برسیم. چه قسم این هماهنگی را عملی خواهد کردین و در حال حاضر به نظر شما که در این عرصه شما تجربه دارین از گذشته، تاجر افغان در تجارت با ایران چه مشکلات داره و چه تسهیلات برش فراهم است؟ طوری که شما خودتان میدانین هرچند افغانستان یکی از بزرگترین مرزهای مشترک را به جمهوری اسلامی ایران داره و از طرف دیگر با این کشور همزبان و همفرهنگ ماست که خود از این باعث سهولت برای ما میتونه که شود. وقتی که به یک شکل بسیار گسترده بین دو تا کشور تجارت وجود دارد، طبیعی است که در اونجا مشکلات هم هست. هدف ما فقط همین است که این مشکلات اول به بسیار شناسایی بکنیم و بعدا این را آهسته آهسته کم بکنیم و بالاخره به روز برسیم انشالله که هیچ مشکل بین دو کشور، بین تجارت دو کشور وجود نداشته باشد. صورتایی که بین اینجا هست خودتان میفهمیم که همزبانی با کشور جمهوری اسلامی ایران و میتونه که تاجر ما به بسیار به شکل سادگی و ساده و خودش مستقیم ارتباط مستقیم بین دو تا تاجر و راحتی میتونه صورت بگیره. کالای مورد نیاز خودشان میتونه به شکل بدون رابط و بدون ارتباط تأمین بکنه. خب اکثر محصولاتی که در ایران و افغانستان هست نیاز حتی به تبلیغات خودتان میفهمید که نداره، چرا که اکثرا ما در کشور جمهوری اسلامی ایران تقریبا بین 6-7-8 میلیون مهاجر، حالا ارقامش رسمی من ندارم ولی بازم وجود داره که خود از این مهاجرین که در رفت آمد است، مردم بین رفت آمد است و وسیله شناخت برای کالاهای دو تا کشور شده. قرار است افغانستان تجارت با ایران را با سطح 10 میلیارد دلار برسانه. برای رسیدن به این سطح تجارت بین دو طرف چه راه‌های وجود داره و آیا رسیدن به این تو یک رقم از هر دو طرف صورت خواهد گرفت یا ای که بیشتر وزنش طرف ایران خواهد بود؟ خب ببینید، اولین شرط با آغاز یک تجارتی که به این شکل گسترده باشه که از مسیرها منافع است. خب دلیلی که تاجر افغان تا فعلا هم از این مثلا خب شما میفهمید که از این مسیر استفاده نشده از چابهار یا چیزش به خاطر از این بوده که بهینه نشده. یکی از موجوداتی که ما نتونستیم سلسله موانع و مشکلاتی که در مسیر راه و بودی را بردارن. خب مشکلات وجود داشته. باز بودن خود راه کراچی که برای یک مسیری که آماده بود برای تجار همیشه میرفتن از اون مسیر استفاده میشد. حالی که از یک طرف تعهد برخ از این موانع وجود داره و از جانب دیگه می است که مسیر کراچی مسدود شده. بدون شک ما میتونیم که بگیم سطح تجارت از این مسیر به ایش اعداد و ارقام با مسیر چابهار به این حالت ما به این اعداد و ارقام افزایش پیدا میکنه و ما به این افزایش
100% به 10 میلیارد انشالله میرسیم. در حال حاضر ارزش مجموعی تجارت افغانستان با ایران سالانه چقدر است؟ خب فعلا در سال 1403 فکر کنم تجارت بین ایران و افغانستان حدود تقریبا بین 3 تا 3 میلیارد دلار بوده. و فایده افغانستان از این تجارت چند است، یا ای که بیشتر ایرانی ها مفاد میبرن از این تجارت دو جانبه؟ ببینید اینو نمیتونیم مستقیم ما بگیم که در چقدر کدام کشور فایده میکنه کدام ضرر میکنه. برای هر دو طرف از تجارت برای برد می باشه. همیشه وقت پایدار تجارت میتونه باشه که برای هر دو کشور، یا برای تولید کننده و مصرف کننده، برای تاجری که کار میکنه هم سود داشته باشه، برای تولید کننده که تولید میکنه هم داشته باشه. اینجا یک ضرب المثل است که میگن فقط همگی میگن باید وقتی تجارت پایدار میمونه که برد باشه، یعنی هر دو طرف دو منافع داشته. تجارت اگر یکی سود داشته و یکی مفاد داشته باشه و طرف دیگه ضرر داشته باشه او پایدار نمیمونه. و تاجر افغان چی داره که در ایران بازار خوب داره اموالش؟ مثلا ما میوه خشک داریم، ایران هم بهترین میوه خشک داره. ما قالین داریم، ایران هم بهترین فرش دست باف داره. ما مثلا زعفران داریم، ایران هم بهترین زعفران داره. ما چی داریم که به ایرانی ها بتانیم بفروشیم؟ ما کشور 75% زراعتی هستیم. تولیدات ما هم از زعفران که شما شروع کردین تا به میوه های خشک ما، از چارمغز و از بادام و از همه شروع شده تا به جلغوزه ما. اینا اکثرا کالاهای ما را در داخل ایران تولیدش یا کم است به اندازه مصرفشان شاید نباشه یا شاید هم باشه، ولی بازم اینا نیازمند هستن. یعنی دو طرف مراوداتی که دارن نیازمند همدیگر میتونه تامین بکنن. اینا درست است که در بعضی چیزا خودکفا هستن، کشور ایران در بعضی چیزا خودکفا هستن و ما هم تولیدات ما زیاد است و اینا هم بعضی چیزایی که دو خودکفایی ندارن از خارج از ایران تامین میکنن. مثلا بسیار کشورهای دور در حالی که ما در همسایگیشان قرار داریم، ما بعضی مشکلات برای واردات در اینجا داریم که موضوعات قرنطینه و اینا بوده که هم الحمدلله به اساس سعی و تلاش مسئولین ما انشالله که در تفاهم‌نامه ما گنجانیده شده که ما بتونیم به یک شکل استاندارد صادرات به اینجا داشته باشیم. درست است که اینا زعفران تولید داره، شاید ما زعفران خود بر جای دیگر صادر بکنیم ولی از مسیر ترانزیت اینجا استفاده بکنیم یا سایر کالاهای دیگه که وجود داره. هدف ما فقط بازار هدف برای جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود، مسیر ترانزیتی که وجود داره. خب ایران شما میفهمین که دسترسی بسیار خوبه برای داره که ما بتونیم از این دسترسی که در چابهار است و حوزه خلیج شروع میشه که بهتر به تمام کشورهای خلیج به بسیار راحتی ما دسترسی پیدا کرده میتونیم، به هند پیدا کرده میتونیم. شما به مسئله ترانزیت از طریق ایران اشاره کردین. در مورد تجارت با ایران یا ترانزیت از طریق ایران چند سال است که از بندر چابهار صحبت میشه. تا جایی که ما خبر دارم افغانستان از این بندر در زمینه تجارت و ترانزیت کمترین استفاده را کرده تا کنون، به جز چند تن گندمی که فکر میکنم چند سال پیش از هند آمد از این طریق. این بندر اگر این قدر کارآمد بر افغانستان نبوده، ایران چگونه میتونه راه بدیل تجارت و ترانزیت بر افغانستان شود؟ چون مسیر کراچی آزاد بود و همیشه برای روی رفت آمد هرچند مشکلات را داشت برای بسته بودنش، چابهار چون یک مسیر جدید است خودتان میفهمین و استفاده از این برای تاجری که 30 سال 40 سال 50 سال از اون مسیر استفاده کرده یا سالهای سال از اون مسیر استفاده کرده، شاید جایگزین کردن برش مسیر جدید که چابهار بوده باشه برشان سخت بود. ولی مشکلی که فعلا با وجود آمده خود به خود اتومات باعث از این میشه که مسیر به بسیار شکل گسترده قابل استفاده شود و استفاده شود. سهولت هایی که فعلا اینجا تعهد شده که ایجاد میشه ما از این مسیر راحت‌تر میتونیم استفاده بکنیم. چرا اونجا چابهار بسیار امکانات خوب فراهم است، حتی از بندر کراچی هم که از لحاظ تاسیساتی بسیار زیرساخت‌های خوب منظم داره که در اختیار تجار گذاشته شده و حتی در خدمات بندری و مثل THC تخلیه کردن برای گدامداری 50% تخفیف قائل شده و این باعث میشه که تجار ما زودتر استفاده بکنه
از مسیر چابهار یک نوید است برای تجار که زودتر ما بتونیم مسیر جایگزین کنیم ان شاء الله. جایگزینی هدف ما، جایگزین هیچ وقت نمیتونه شده. از این ما بتونیم قابل استفاده برای ما باشه، چون خودتان میفهمید که افغانستان یک کشور ماد و خشک است و مسیرهای استفاده آبیشان فقط همین دو مسیر است، یکی بندر کراچی است، یکی بندر عباس و چابهار بود که ما امیدوار هستیم که مسیر چابهار که گام بزرگ برش برداشته شده، گام بتونیم عملی بکنیم. هزینه و مصرف حمل و نقل کالا برای تاجر افغان چقدر افزایش می‌یابد اگر به جای کراچی از بندر عباس یا همچنان از چابهار استفاده کنه، هم از لحاظ فاصله زمانی و هم از لحاظ مصرف؟ خب من فکر نکنم که هزینه‌ها یا مصارف زیاد تغییر بکنه. خب فعالیت‌ها و تردد همیشه که در یک مسیر صورت میگیره، یعنی ما از مسیر افزایش استفاده را بکنیم بدون شک خودش هزینه‌ها را پایین‌تر میاره، بالا نمیبره. در یک مسیر وقتی که استفاده نشده باشه، تردد نباشه، رفت و آمد نباشه، یعنی هیچ وقت ما در اونجا کانتینر نداشتیم که مانده باشه. در صورتی که این ما از این مسیر استفاده بکنیم و استفاده اینجا اتومات از اینها کمتر میشه، بالاتر نمیره. کراچی شاید خب اونجا سرمایه گذاری گزاف است، تجار افغان صورت گرفته. ما فقط خودتان محاسبه بکنیم که 12,000 کانتینر فعلا در حال اونجا توقف است. اکثر بعض اقلام از اینا شاید در حال فاسد شدن باشه، بعضشان تاریخش نزدیک باشه، یا هزینه‌های دمراج و شب‌خواب از اینا چقدر میشه. این چقدر فرار سرمایه تجار افغان هست. تجار افغان مجبور هستند که استفاده بکنن، یعنی از روی اجبار است. ما اقلام ما که چی از امارات یا کشور چین به بندر کراچی میره، دمو از این دمو مصارف ده کمتر از او میرسه به بنادر چابهار و یا بندر عباس. اکثرا ما چابهار هدف ماست که فعلا چابهار از اینهای کمتر ما داریم، ولی چون این در ذهن تاجر ما در مدت‌ها و سال‌ها بوده که کراچی نزدیکتر است. اگر این استفاده شود به همین مقدار کالا به اینجا بیاید و قیمت بسیار زیاد، این هم ارزانتر میشه و هم قابل استفاده است و هم زمان کمتر میگیره. حالا در حالی که در تهران هستین، وقت با مقامات ایرانی می نشینین، سه نیاز اصلی که باید از جانب ایران در مورد بهبود روابط تجارتی مخصوصا ترانزیت مطرح بکنین کدام ها هستن؟ ما شخصا خود ما پاسخگو هستیم به سکتور خصوصی. موضوع دوم ما که بحث شناسایی مشکلات و چالش ها هست. ببینیم کجا ما مشکل داریم و چالش ما برای روی بین تجارت بین دو کشور چی است و تمام تلاش ما برای رفع از این باشه که این مشکلات ما رفع. و بحث مهم ما که بحث سوم ما است، برای من چابهار چون یک مسیر مطمئن، ارزان برای تجارت ترانزیت و کالاهای صادراتی افغانستان است، هم برای ترانزیت واردات ما هم برای ترانزیت صادرات ماست. ما میتونیم که از این مسیر کالاهای زراعتی ما، چی میوه تازه ماست، چی میوه خشک ماست، چی مواد معدنی ماست، بتونیم از این مسیر به بسیار وقت کم به بازار هدف برسانیم. بزرگترین خدمتی را که برای سکتور میتونیم بکنیم همین است که ما بار صادرات افغانستان به بازار هدف برسانیم و هدف ما اساسی است که صادرات افغانستان چی برای ایران و چی استفاده از مسیر ترانزیت برای سایر کشورهاست. این هدف اساسی ماست که ما بتونیم بیلانس تجارتی که بین افغانستان و ایران 3 میلیارد است به 10 میلیارد افزایش بدیم. توازنی که وجود نداره که خیلی صادرات ما اندک و ناچیز است، نمیگیم به حالت 50-50 میکنیم، حداقل این را بتونیم با شکل نرمالش برسانیم. یک عدد و ارقامی باشه که قابل قبول برای تجار ما باشه، برای دولت مردای ما باشه، برای تولید کننده ما باشه. تولید کننده ما تمام کالاها را در کشور افغانستان داره و ما او را بتونیم برسانیم برای مصرف کننده که در داخل ایران است، مطابق به استانداردهایی که اینا میپذیرند. یعنی مطابق او استاندارد داره که چیزی را که اینا نیاز دارن بر از او. و هدف ما همون رسیدن به بیلانس تجارت 10 میلیارد دلار. نمیگیم برای سال بعد، برای چند سال آینده بتونیم برای بیلانس تجارت 10 میلیارد خود برسیم ان شاء الله. گفتگوی بود با کمال الدین توحید، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان ایران.